خانه خود به خود چیزی گفته ایستاده بود. خود به خود گپ میزد؟ من یک تقایم رو خبر گیرم. خدایا بعد یادانه در این خانه کلان زیستنتان را فکر کردن بسیار عجیب است. نمیدونم میبا، خودم رو بیگانه حس میکنم. اینجا چه خیلی زندگی میکرده باشیم؟ حسرت مشکلیت همین است. یعنی اگر خواهی جایمون رو عوض کنیم بویگری مرا ویران نمیکند. اصلا ما به تو چیکار میکنیم؟ من به تو سخت عادت کردم. تو برای من برادری دویم هستی. مرا گناهکار کردی اما ناحق بودی. نشد. از این هم نرمتر. فهمو. من جنم را گریزاندم اما برای چی؟ من حق شما را حمایت کردم قادر. این حجت نشان میدهد که من اون چیست؟ چیست؟ چیزی که پنهان کردید. نه یگان چیز نیست. چی؟ همه حاضرن؟ همه مرا انتظار نشوند. راه گرد رفتیم. با من دهید یک بینم. سفسطه نخوان. من چیزی رو پنهان نکردم. قامتم راست، پیشانم کشاده، دهانم تازه، چشمم سیر است. گپ رو زیاد نکنید. با من دهید. تمام میدیم. لیکن اول مراسم نیکا با آخر رسد بعد میدیم. فهمیدی؟ شما باز چی رنگ دارید؟ قادر 10 دقیقه صبر کن. 10 دقیقه نیکا کنن صبر کن. همش رو قانونی کنم بعد نشان میدیم. گپ رو زیاد نکنید. فلاکت ها همیشه به سر دیگران میآیند. من دور از خطرم. با من چیزی نمیشود. عائله من مستحکم است. فرزندانم خوبند. آینده هم مثل آفتاب درخشان. دوام سالها چنین میگفتم. احمق بودم. کمال عائله دار میشود. امروز برای خوشبخت شدن باید عذاب کشی میگویند. ولی من خوشبخت بودن نمیخواهم. میخواهم قصاصم رو بگیرم. میخواهم که آنها نیز عذابهای کشیده مرا بچشند. من از او همه چیزش رو میگیرم. شرکت رو، خانه رو، آبروی اعتبارش رو، همش رو. و من البته تو کمک میکنی. این کار رو یک جای میکنیم. خوش آمدید. تشکر جناب کمال. کوچه های استانبول را میدانید سر ماشین است. ببخشید که دیر کردید. خوش آمدید. هیچ گپ نه. مرحمت گذارید. مرحمت. بیاید من گیرم مادر جان. تشکر زیاد. قادر در کجاست؟ من رفته میبینم. اما کی کمال؟ بله. تو تا حال به تقاعد باور نمیکنی. تا حال هم از من شبهه میکنی. من به تو چی گفتم؟ اینها تا مجبور نشوند یگان چیزشان را نمیدیم.
حق تو باشد هم گرفتن نمیتوانی. نگفتم تا حال تقاعد را زیر پا کن. این طور دوست می‌دارن، آن طور دوست می‌دارن. نتیجه چیست؟ در کاغذ چی میگوید؟ ذره گرفتن نمیتوانی میگوید. نیلگون همین طور زن است. بعد این قدر سال این کار رو به نیلگون میکنی، اما اینها میکنند. من اینها را میدانم اینها میکنند. ایستا نرو. ایستا امضا گذارند. این نگاه کنند. وای آریده این دیوانه شد. گفتم نمیدهم. ایستا جناب کمال